وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. اجیب دعوت الداع، کسی که دعا میکند دعاش حتما اجابت میکنم، اما شرطی دارد. فلیستجیبوا لی، شرط اول اینه که باید اون داعی دعا کننده باید احکام من را، اوامر و نواهی را، احکام دین را محکم بگیرد. اولین شرطی که رب العالمین زودتر دعا را اجابت میکند پایبند به شریعت باشد، پایبند به ایمان خودش باشد، پایبند به اعمال صالح باشد، زودتر دعاش قبول می شود. هرچه انسان پایبند به تقوا و به ایمان و به اعمال صالح، دوری از محرمات، دوری از کفر و شرک و خرافات و به سنت و به توحید محکم بایستد، دعاش زودتر قبول می شود. فلیستجیبوا لی، اول باید اجابت کنید از دستورات من. ولیؤمنوا به، به من ایمان بیار، به من توکل بکن، از من بخواه و به من امید ببند. لعلهم یرشدون، تا راه درست را به شما نشان بدهم که راه درست این است، زودتر دعا قبول بشود.